عبدالرحیم باباجانوف معروف به رحیم غرمی صاحبکار شناخته دست به خیر تاجیک که این شب و روز برای ادای مناسکش در مکه قرار دارد قبل از سفرش به حج به 20 عائله نیازمند خانه تحفه کرده است. این بر علاوه دو خانه است که رحیم غرمی در ماه یونیو سال 2022 به دو شیرینکار شناخته بختیار رحیموف معروف به غریب شاه و گلبهار غفور و ستاره سابق استودیو خندین کمان توفه کرد. رحیم غرمی در برنامه نوگفته و در کانال ارزوی صایف ترتیب انتخاب این 20 عائله رو که با کمک او صاحب خانه شدند چنین نقل کرد: ما عائله های رو که به ما مراجعت کرده بودند به سه گروه تقسیم کردیم: عائله های محتاج، عائله های محتاجتر و عائله های محتاجترین و کوشش کردیم که به عائله های محتاجترین دستیاری دراز کنیم. رحیم غرمی قبل از سفرش به حج این 20 عائله را در طربخانه مشهور برک در مرکز دوشنبه جمع آورده در یک مراسم دوستانه کلیدهای خانه های نو را برایشان سپرید. این طربخانه را به رحیم غرمی منسوب میدانند و از این رو هر روز در پیش در آن دهها نیازمند جمع میشوند به این امید که صاحبکار دست به خیر مشکل آنها را حل کند. ارزوی صایف گفت رحیم غرمی قطعا مخالف ثبت و نشر مراسم تقدیم کلید خانه های نو به این 20 عائله بود، ولی بلاگرها سعدی اسماعیل و قربان نعمتوف و خود ارزوی صایف او را متقاعد کردند که این مراسم را باید تبلیغ کرد. ارزوی صایف تاکید کرده است که تبلیغ چنین اقدام‌های خیر به آن خاطر ضرور است که خیر و احسان و گرفتن دست درماندگان در جامعه به فرهنگ و یک امر مقرری تبدیل بیابد. ارزوی صایف گفت در بین آنهایی که صاحب خانه شدند چند نفر معیوب بستری بودند و در این مراسم اشتراک کردن نتوانستند. کلید خانه های آنها را برده به دستشان سپاریدند. عبدالرحیم باباجانوف 4 مارس سال 1979 در روستای پاچه پایان نویه رشت در عائله محب الله باباجانوف رهبر سابق یکی از خواجه های دره کمرا به این نویه به دنیا آمده برابر به بلاغت رسیدنش به روسیه رفت و همانجا به صاحبکاری مشغول شد. رحیم غرمی تجارت خود را از سودای پایافزال در بازار شهر نوسیبیرسک آغاز کرد. بعد چند سال شبکه‌های مغازه‌هایش را با نام پلنت آبوف در نوسیبیرسک و چند شهر دیگر روسیه تأسیس داد. به دنبال او شبکه‌های مغازه‌های پلنت ادژدی را در چند شهر روسیه تأسیس داده یک بازار را خریده به فروشگاه معاصر تبدیل داد. رحیم غرمی در نتیجه تفتیش سازی‌های رقیبانش سال 2021 از شهروندی روسیه محروم کرده شد و از این کشور اخراج شد و به وطن برگشت. او اخیراً در دوشنبه طربخانه برک را تأسیس داد